این لحظه‌های خاطرمان استقبال گرم و صمیمی از غالبان دور جنبسته آزمون جمهوری فروغ یوسف دانایی کتاب است. بعد بازگشت آنها از شهر دوشنبه در موضع واخوری در آمدگاه ناحیه واسه میباشد. ساعت 21 با وجود تاریکی شب و سردی هوا نگاه نکرده این لحظه ها را ما ثبت نمودیم. غالبان را رئیس ناحیه واسه معلمان رهبران مؤسسه های تعلیمی با گل و گلدسته ها پیشواز گرفته و این دستاوردشان تبریک میگفتند. من شریفزاده صبرینه خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 69 از ناحیه واسه میباشم. همچنین برنده جایزه شاه جایزه امساله آزمون جمهوری فروغ یوسف دانایی کتاب است. از روی نامیناتی ادبیات معاصر تاجیک می باشم. منتداری خود را سراول با پیشوای معظم ملت میرسانم که برای ما جوانان دوران صاحب استقلالیت چنین آزمون های سطح بلند را دایر میگردانند و ما در آن اشتراک نموده سطح دانش خود را میسنجیم و این چنین با آن شخصیت هایی که مرا در این راه همراهی کردند و دستگیری نمودند و استادان و والدانم نیز منتداری به واسطه خود را میرسانم. همچنین با تمام ساکنان ناحیه واسه که در این شامی زیبا ما را در ناحیه واسه پیشواز گرفتند منتداری به واسطه خود را میرسانم و خیلی خوشحال از آن هستم که امسال صاحب شاه جایزه آزمون فروغ یوسف دانایی گردیدم و نام ناحیه خود را در عرصه جمهوری بلند برداشتم. جواباً به این همه غمخواری ها وعده میدهم که باز هم برای گلگشکفایی وطنی خود سهم ارزنده خود را میگذارم. نتیجه آزمون جمهوری فروغ یوسف دانایی کتاب است. از ناحیه واسه 7 نفر جایهای یکم، دوم و سوم و یک شاه جایزه. این برای معرفیان ناحیه واسه در این سال بهترین دستاورد ارزیابی گردید. عبدالرازق زاده ساجیدما هستم. خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 17 ناحیه واسه و غالب دور نهایی آزمون فروغ یوسف دانایی کتاب است و سزاوار جای یکم شدند. پیش از منتداری صمیمانه خویش را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای محبوب ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس ناحیه واسه محترم شریفزاده جمشید رحمان میرسانم که با چنین صمیمیت خاصه ما را پیشواز گرفتند و دستگیری و راه اندازی اقدام هاشان را می نمایند. نباید فراموش کرد که کتاب دانشگاه است که ما و شما تمام عمر در آنجا دانشجو هستیم. ما در کتاب تمام عمر می آموزیم. یکی از فایده آزمون فروغ یوسف دانایی کتاب است در آن است که ما قضاوتگر می شویم. ادبیات جهان را نسبت به ادبیات تاجیک مقایسه می نماییم. هر کسی خواهد در آزمون مذکور اشتراک نماید پیش از همه بفهمد که ادبیات صحنه آموزنده حیات است. هر چیزی که در آن نوشته می شود خواه شده است و یا خواه امکانیت دارد که بشود. کتاب نه تنها معرفت بخش و غذا بخش معنوی و مادی ماست. کتاب این شفا بخش روح ماست. من اکرام و رکنیه خواننده صنف مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 21 ناحیه واسه باری اول می باشد که در آزمون جمهوری فروغ یوسف دانایی کتاب است شرکت می ورزم و من به ناحیه خود فخر می کنم. من به والدین خود منتداری به پایانم را می رسانم. خوشبخت از آنم که من در دوره جمهوری آزمون فروغ یوسف دانایی کتاب است اشتراک ورزیده صاحب جای سوم گردیدم و من شهر خود را به نهایت دوست می دارم. من با معلمه خود فخر میکنم که مرا به این روز تیار نمود تا که من علم و دانش خود را در آزمون فروغ یوسف دانایی کتاب است نشان دهم و من خیلی وطن خود را دوست می‌دارم. در جامعه دانا به این مناسبت رئیس ناحیه واسه غالبان آزمون جمهوری فروغ یوسف دانایی کتاب است را تبریک نموده قید نمودند که با شرافت آزمون فروغ یوسف دانایی کتاب است شماره اشتراکچیان این آزمون سال تا سال زیاد گشته سطح معنویات نورسان و جوانان به مراتب بالا رفته است و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه منبع نیز برای جلب ساکنان به کتابخانه ها تمام چاره ها را می اندیشد.
در جنبست آزمون جمهوریوی فروغ یوسف دانایی کتاب است از ولایت ختلان 121 نفر اشتراک ورزیده 35 نفر آنها غالب آمدند 2 نفر صاحب شاه جایزه گردیدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.